جک گریلیش رسمی به اورتون پیوست و شماره 18 را بر تن خواهد کرد. الوارو موراتا شماره 7 جدید کومو شد. دوناروما به احتمال زیاد شاگرد پپ بشه و به منچستر سیتی بره. مذاکرات لیورپول با مارک گهی موفقیت آمیز بود. پپ میخواد برای جایگزینی ساوینیو رودریگو رو به سیتی بیاره. نشریات ایتالیایی میگن تارمی با کم کردن رقم حقوق خود انتقالش به فولام رو قطعی میکنه. گل گوهر یک جایگزین برای اخباری پیدا کرد. مارکوس میراندای برزیلی که فصل گذشته در سری آ برزیل توپ میزد به گل گوهر سیرجان پیوست. موسی جامپو با استقلال به توافق رسیده و اگر اتفاقی نیفته هفته آینده به ایران میآید. ماتیو استاماتوف بازیکن بلغارستانی گزینه اصلی وحید هاشمیان برای تقویت سمت چپ سرخپوشان است. امیر سوایت وینگر فصل اخیر استقلال خوزستان برای خدمت سربازی راهی ملوان بندر انزلی شد.